بزن تا خدمت شما. آقا بذار دیگه بیا. دو فلشش کردیم که بذار. ماشاءالله ماشاءالله عالی. یکم بعد آشپز درجه 1 بین المللیه. داریم برنج درست میکنیم. مرغ خودمون خریدیم، پمدار میکنیم. همون لحظه مرغ طبیعی به صورت وحشی. سبک پخت این به صورت وحشیه. یعنی ما وحشی یعنی چی؟ یعنی تقریبا میشه گفت که 60% مثل انسان‌های اولیه داریم غذا درست میکنیم. اون 40% هم به خاطر چاقو و اونایه. اونا با سنگ برش میدادن گوشتو. و فقط نمک و فلفل داریم. اون زمان نمک فلفل هم نبود. با میوه ها با میوه تمدار میکردن گوشتا رو. مواد اولیه همونو که ریس کردیم، مرغ سالم رو ریس کردیم. ببخشید یک مقدار به هم ریخته. من میگم منظور بنده اینه که شما زمانی که بخوای آشپزی کنی در راحت ترین حالت میتونی غذا رو درست کنی. اصلا به فکر کثیفی نباش. مرغ یک ویروسی داره به نام سالمونلا که وقتی آب بخوره بیشتر فعال میشه. به نظر بنده آتش قوی ترین پاک کننده، تمیز کننده و استریل کننده جهانه. اگر هر کی حرف منو منقطع میکنه و نقد داره از حرف من بیاد جلو. آیا آتش پاک کننده هست یا نیست؟ ما خاکیم و آتش عنصر آتشه و آتش خاک رو پاک میکنه. بیشتر دوست داری آقا مشتبه لوکیشنت کجاها باشه کار کنی؟ تو هر لوکیشنی باشه کار دوست می‌کنی؟ دارم که به مخاطبم بفهمونم که آشپزی در هر حالتی ممکنه. ما الان چجوری اومدیم بیرون؟ به شما زنگ زدم گفتم آقا سیخ جور کن، گفتی ندارم. آقا محمد مسعود برای ما توری آورد. بله. آقا چیز برای ما پتو و فلان و اینا آورد. دست همه درد نکن. ما آوردن برنج آقا مسعود آورد. آقا دست همه درد نکنه، زحمت کشته مخصوصا آقا مجتبی که باسبانی. به خاطر چی؟ به خاطر 2 روز دیگه اگه گفتیم می‌خوایم بریم نگن آقا مثلا زیاده فلان. آقا مهمون من خورده ریزا مهمون خودتون. ما الان مرغ و فلان اینا رو مهمون منیم و میخوام این غذای خوشمزه رو براتون درست کنم، لذت ببرید. اونجا که فیلم میگیری شما من تو فیلم باشم یا جسارت میشه. آقا جسارت شما نه خواهش میکنم. خواهش. آدم میتونه حتی من اگر بچه‌ها پایه بودن حاضر بودم ببرمشون یه جایی خودمون بریم مرغابی شکار کنیم یا پرنده شکار کنیم مثل کفتر چایی و اینا. میریم شکار میکنیم، ذبح میکنیم و پخته میکنیم. و سبک پخته کردن که حتی شما در حالتی که اگه یک جایی گیر کردی بتونی کفتر چایی رو بدونی میتونی بخوری. غذا هست دوربر که بتونی بخوری که پروتئین بدن کامل تأمین باشه و اون حیوان هیچ گناهی هم نداره. چرا؟ چون ساخته شده که غذای شما رو تأمین کنه. مثل بره و گوسفند و گاو و بز و هزاران موجود دیگه. حالا چینی‌ها که دیگه الا ماشاءالله میگن هر موجود زنده در زمین و آسمون و آب و دریا همه خوردنیه. حتی موجودات در آخرت. لای او کتاب نمیخوانی ها استاد. او کتاب جهنمیه، باید رفت به جایی که بهش تعلق. ببخشید من جسارت کتاب اصلا میخوام بریزم تو آتیش والله. اگه اجازه بدید آقا میگم بله خب میگم وسطش یه کاغذه. یک دست آقا مشتبه بابا ولمان کن تو رو قرآن. ممنونیم از آقا مجتبی که واقعا دارن به ما، شما واقعا آقا مجتبی به ما داری صفا میدی. باریکالله. میدونی واقعا من دوست داشتم یک همچین برنامه‌ای رو با هم بیایم که بدونین جوانای مثل شما خیلی میتونن، خیلی چیزا میتونن لذت ببرن. فقط به
این که یک چیزی روانگردانی، قرص روانگردانی، دودی روانگردانی، نمیدونم هر چیز دیگه نیاز نیست. میشه بیای با دوستات یه جمع زیبا، فقط هم با پسر. مؤنث نداریم ما الان و واقعا داریم لذت میبریم. اگر منفی اینه بگین آقا منفیه، نه واقعا. باریکالله باریکالله باریکالله. این بیو بریم. تو سالم ترین حالت داریم الان با هم دیگه لذت میبریم. اینجا پارت یک رو به پایان میرسونیم و همین برای پارت دوم. ما ادامه میدیم. ما داداش لانگ بازیم. بله. آقا مجتبی میشه یکم مخاطبتون دوربین باشه، میخوایم بیشتر لذت ببریم. من داداش الان شاید بهتون بگم که 60% به خاطر خودم اومدم، 40% به خاطر بچه‌ها اومدم. باریکالله باریکالله. دوست داشتم شما رو بیارم توی محیطی با همدیگه برای کار صحبت کنیم. نمیدونم چرا ازتون خوشم اومده. باریکالله. و احساس میکنم باید آسته آسته باهاتون برم، تون نباید برم. امید به خدا، امید به خدا. این آقا آمده بود با سرعت میخواست از اون ما رد. دیگه دوستان ویو رو میبینین، بچه های ماشاءالله. به به به. از هم اول آمدی دنبال سرمایه گذار بود. استادین اصلا. آقا مجتبی میگم دوست دارم لنز دوربینم رو نگاه کنی فیلم بگیرم ازت. عزیزم صحبت کن. اول فیلم اگه یادتون باشه گفتم که من صحبت نمی کنم که آشپزیمو بکنم. باریکالله. از من نخواین که به دوربین نگاه کنم. دوست دارم بیشتر صحبت کنی. دوست دارم بیشتر صحبت کنی. همین که دارم چیز میکنم صحبت میکنم. چشم. از هنرشون مصداق هزاران کلمه در ثانیه آقای مجتبی. باریکالله باریکالله. توضیحات نداره، فقط باریکالله. 30 ثانیه همچین حرکتی رو زدن، واقعا کار هر کسی نیست. و ما آمدیم از داخل مجموعه، این بنده خداها ترسیدن، فکر کردم میخوام رکورد دنیا رو جابجا کنه تو آشپزی. یک جوری سریع مرغ آوردیم بالا. یارو شما رفتن همتا میدونه به ما چی گفت؟ بعدش به ما گفت که واقعا اون کار تیم ورک عالیه. این جوونا میان دو تاشون میشینن، دو تاشون کار میکنن، دیگه با هم دیگه بیرون نمیان. به خاطر همین چیز شما از همش هم به اندازه مساوی داری کار میکشی. امید به خدا. برو جلو آقا، برو جلو. به به. برو جلو. به به. من درخواست کنم از دوستان خاک به هم سر ما کنه. این فیلم به حال ریاله و خب حواشی هم داره. بچه‌ها هم خدا رو شکر تنها مشکلشون همین سیگاره که حالا خدا انشالله سیگار هم چیزی نیست. آقا بنده یه قاشقی رو زمین بود، اشکال نداره. نه همه شسته شده مرتب. شما دست به هر چی بزنید. شما آب به من بدین. آب بدین آقا. همون بطری آب بیار بابا جان. آره تموم. اشکال نداره. آقا اون چیزی تو مگه جوش نست؟ ببخشید. نمک آقا ریختی توی بریز همشو بریز. همشو لازم داره آقا. جان دلم. یک لطف بکنی. مرسی. پارت اولمون. نمک کجای بستش؟ حقیقتش شنگ نمک با همه. میگیریم بس.